بریم یک دفعه. گفتم دوا بیاره که من میبرم روزانم خراب است. نه خدا نکنه مادر. سلم میر پیش سلما یک دفعه بریم تا که برای پیش دکتر. برای پیش گرگ میبرید. بگی بیا خامون دکتر است خود میفهمه نه؟ چی شده؟ چی شده خانم؟ بخیر آگاه شدی؟ سلما بیا نفسه بخیر مامایی کتما میکنی؟ کتما میزنی؟ خدا رزو جان اینا حالا که عکس‌های تا کمی نگیرم. اخ خوب قصه کو بیا اولاد داره و خورد گفت خب بخاطر زن اولادش دیگه دختره که طفل به دنیا آورد دیگه دختری خلاص میشه و زن گفته میشه باید بخیزه شوی خدا گل وارو نگاه کنه چای بیاره یک هفته و میشه برش ده من از روز که آمده من خونه ایدیم که یک هفته و پر کنه و در دستش بتک بیگه یا پیش از پیش بیاد جای نماز شاور کنه میفهمم همین خوشم نمیاد. خیر است سلما جان خیر است. بریم همون بسیار وضعیتش خراب است. یک دفعه یک بریم خیره. بخواست نه ضرور است همی کارا را کنی. باش که کجا است برم دروازه رو باز کنم که کی هست پشت دروازه در این وقتی روز سالی سلام خوب هستی باید جان سیخ خوب هر مارزو جان خوش آمدی خوب هستی خوب هستی مطلب جان تشکر آرزو جان شناختی نی؟ دیدم خوش آمدی بادم آرزو خوش باشی باید جان. همین از خانه تان نه دموتر آمدیم بیاد. خوبش است فرمو خوش آمدی آرزو جان فرمو بالاتشو آرزو جان خودی بشین هر جای که راحت هستی سیستم اینجا خوب هستی دیگه؟ بله خب باشم دست میگم بله دخترم هم برسن خیرت بود؟ خیرت باید جان چرا این امسال تا بردی خونه بعد از نیمه بسیار دیگه یک قسم از مراجع شد اولین دفعه است من دیدم دختر خونه بچه نه بعد از چی بود؟ کدی؟ میرم مایندر چی بگه بیبی چی بگه یا چی بگه خب نیست که مشکل نیست خب میگم ممنوع مارزونا رو تمثال کنه خانه ما چرا چیز مشکل خب سهل کنم میگم هیچ چی کار است که اون داد خود پیش از آرزی کشکل دیگه
این نمیزی به دختر تو ریگه پا بیا اینجا چی میگه شما چون؟ تو بک تو بیا اینجا ایتا بولی مگه میزنم نه رواج است که شنیدی که دختر بیاد خانه بچه رواج نیست رواج است خوشکو بچه میگم دختر جون چی مشکل کردی ما داری؟ دلم خانه خسرا که پیش از نامزادی آمدم بعد از عروسی آمدم تو رو چه بلد؟ نه چیز نمیگم فارسو اوه این قرن مدرن است تو از قرن هیچ هستی که چیزا نمیفهمی زمانه مدرن شده بخیر بیا تو میفهمم دلم شویم تو رو چه غلط چی مشکل داری؟ که من لبا کنم جک نزن فهمیدی یا نه؟ تو رو چه غلط تو رو چی با مردم خودم جواب مردم میدم خودش نامزادش میگه اومده نمیگه خودم جواب مردم میدم میگه جواب چی میگه؟ آقای نه چیز نمیگم دلم نامزاده من آمدم تو رو چی؟ امروز باشه صبح باشه آرسی میکنی گوش کن کردی من گپ بزن که دزی گپ نزن جواب مردم خودم میدم ما روز از این خانه هستم تو چی کار هستی در خانه؟ چی کار هستی؟ دختر همه چی کاره که در خانه ما مداخله کنن؟ دختر همه چی کاره؟ خانه ما هست خانه تو نشده خانه ما هست روز از این خانه ما هستم بس خانه ما میشه دختر همه چی کاره؟ هر کاره من نمی‌جام کاری از نمی‌خوام. ای تشویش نکن وقتی من دیگه خانم میرم تو رو رخصت میکنم. رخصت کو باز می‌بینی که کی رخصت. تو رو رخصت میکنم. باز من رخصت میکنم. کار من رخصت کردم. سعی کن که باشه چی مشکل داره کدی ما بای. آقا دم شو. چی بود؟ چه قسم خواست. شکر که خوابیدم. آی تک خواب بعد وحشتناک دیدم. خدانا چرا دختر مادر که خواب بعد دیدم. خوب کنه خدا که خواب بوده مادر. یعنی بگی یا کابوس من بر من کابوس جوش دنمی نامزد او باید کرده از خیشاوندی بی و یپا. خواب دو چرا داره مرسل؟ یعنی همین حال بس نه وجود من لازم نفهمش. خواب دیدی من؟ خواب دیدم که خانه کس نیست. او باید دختر نامزد خود کش کرده آورده خانه. یه تو کلمه جنگ داره مرتله میکنه میزنه. خواب دارم میباشه بچه میداره. مادر در خواب یک قسمت در بیداری خدا نشان نده. بیداری شاید بخیر مرم تو زنده قفت کنه شما را منامت. کی نامزد کرده نامزد باید در خواب جنگ کردی؟ خواب دیگه خیر از جنگ کردی دیگه در خواب. خب میگم خواب است در بیداری ور ما ببینیم چی خود کرد. وای خدا نشان نده. میبستیم دیگه بیداری نخواد رو خم باشه خواب آدم مرا خواب میبینه دیگه. شکر که خواب بود شکر. میفهمی بخیدم خواب دیدم که آورده اون خانه. اینجا شانده من باید صدا میکنم که بیا باید کار دارم که بعد از نه پیش از من تو رسم رواج نیست مادر جان که دختر پیش از عروسی بره خانه بچه خم خود رواج است خواب بده دیگه. خب من نمیت خواب دیدم که رو باید آورده خانه اینجا کتش میشینه من باید صدا میکنم برای باید میگم بعد از میگم بعد از چرا پیش از عروسی اومده خانه که میاد اینجا جان مشروع میکنه عین در تیرا کردن زدن الو یابانه بچه خیلی مادر گلون من خوش شده زیاد درد میکنه چون تمام من دوید تبوکه میان شق نادی چه خوش میخوره سیام نترسم بیدوار میخوره چرا؟ اینو کلم دوای غلط میشتن کلم باشه اما نمیکنه خالبی مریم دواخانه رفت اما خوب اگه غلط نوشته کرده باشه خوب میگه چی را؟ میگه دوای غلط نوشته نکرده باشه سلمان نه بازونه خود دکتر میفهمم نه این دوای غلط نباشه دکتر از اینو 100 داده بدل خب نداده میفهمم خب قرقل نداره خانم میگه که من جاندن دسته مادرم ماسک سرشه اکشورش بتونم قکر سعیبیت شوم مکس شوم مکس اون دختر پس من بیخواد دکتر نداده باشه نه اوی خوب میشه دیگه اگه من چیز شد یا باز دیگه میفهمی کاره حالا او خود دشمن نیست و خوبی کرده دیگه که آمده که اینجا نسخه نوشته کرد بیچاره من باید مخلص یه وقت از باز
با سلما کتیمه خوبی میکنه. ما هیچ فکرشام نمیکنم سلما خمیره با شده باشه. اما او که خوبی نمیکرد پیسه نمیداده. باش که هم بخیالم سبز است نه؟ اینه از این من بسیار خورده و اصلش بدل است. خب بیاز دیگه خوردی. چرا بدلش آوردی؟ این از تیره خوبش بود مزا میدادی نداد تخت خب؟ خیوندگاهش بازی رست چی دستور با سعی سجم که برا کالدوهاشم نخون با خاطر که یکی 3 وقت است یکی 2 وقت است. خب حالا چی شد؟ چرا؟ تنگ شد. چرا؟ چی شده؟ چی شده همه؟ بوی دلم تنگ میشه. همه چی شده؟ بوی دلم بد میشه. بوی دلم آدم بیاد. خدا خوردی؟ من کبام چیز داده. من نقصه خراب نشته کردم. من گفتم دوم که نقصه من خراب است. میمونم من خراب. چی شده؟ تنگ شد. یعنی هم از دیگه سلما خب بیچاره اومد نسخه نشکل پیسه داده خودتون رفتی پیش دوا. نقصه از ما گفتم که غلط است ما برم سلما رو صدا کنیم. سلما رو کنیم. خب چرا خواهیم بکشم؟ حالا خوی دفعه اول نیست که خوردی خب. خودتون گفتی که ما دوا رو زیاد خوردیم. چی شد؟ اما چی شده مادر؟ بخیر چی کرد؟ اما این زیاد بزن یکم دروش. حالا چی شدی؟ اما خوب هستی؟ مادر بخیر چی کرده؟ حالا چی شدی را؟ حسنا چی شد؟ اما خوب هستی؟ اما بخیر مادر. حالا امیال دوا خورد امیال جور بود. صدا کن نیست فردین. مچم کجاست؟ اما خدا جانه. اما خوب هستی؟ اما مادر بخیر. اما این زیاد یکم حالا چی شده مادر امیال دوا خوردی تو؟ اما خوب هستی؟ مادر بله سلام بابای جان چطور هستی؟ خوب هستی؟ شکر فامیل کلگی خوب است؟ شکر کلگی خوب است سلام میگی خب چه وقت میان؟ خب کی میاین؟ خوشو جانو میان آل خود من رو خبر میدادی که ولیم باعث خانه ما میان یکم آمادگی میگرفتم براش بازم نوبلد است آل آدم به سروز خانه برسه یکان آمادگی یکان چیز بخته کنه خب سعیست تو نمی؟ اگر می آمدی خوب میشد به خاطر که من نوبلد هستم کدش تا که یکم خوب بگیرم ما چون برم نرم پرسانش نکنم با خدا اگه بری پرسانشانم کن در جنجال خدا میمانی مثل که بچهش ناجور شد رفتم کتم جنگ گرفت حالا اگه برم هم نقد چی کنم بروه بلا در پسش یا خوبی رام نمیفهم برد پرسانشان بری گپ میکشن دلشان چی کنم چی دخترم ششتی؟ هیچ مادرم من هیچ رفتم بچه طرف دستشوی گفتم یک دلم بود برم پرسان همه تکنم باز گفتم همه والا اگه در خوبی بفهمه اگه بری پرسانشانم کنی میشه دیگه دعوا میزنه که دست خالی آمدی و دیگه آمدی نگه پار خواد زد
دید نرفتم گفتم مشکل مادر لقا مریضی او داشت دیگه جان درد بود ما مشرف میکنم اونم میفرماد جان پولایی او نشون او خاطر یک دم شربت اصلا چیز نمیخوره بجز نسوار او رفتیم پیش میگم اما مریض هستی کاش یک ذره نسوار میبود نسوار میبود حالا امید نسواره علاقه ده بچه میزنم مادر یگان وقت مریم گفت میزن یگان وقت خب خیمت چه مخواه تو بخی ایلا ندادن ایلا میداد حالا خیلی وضعیتش خراب میبود در اون وضعیت هم نسوار میخواه عزیز که عادتیستن خب میگفتی همه جا نسوار نزن مادر رو گفتم نسوار بر ضرر داره اما اینمه تو کردید نسوار کردید امی انسان که چیز نخوره نمونه خونه بگیره هم تو مریض میشه به حال میشه سر خوردن زنده از نمیخورن خیلی لگذره مصرف کنی بخوری سعیسته سعیست خیلی برو خدافز که ما مادرم شانه بگویم یکم پکری بیا کنیم تا کنو میرسه شاید یک نیم ساعت بعد خب برسه سعیست خدافز شانه بگویم ای تو به وقت خبر میده یا بگیرم شما بیار بکنم چقدر بگویم چقدر میدون کجا شد میکنم؟ صدا کنیم بیرم چون پیشتر میزن صدا بشید سلوار صدا کنیم بیرم چرا؟ فردین کجا رفته؟ ما چون یک شان نیزده میبر بریم دکتر ببریم بریم دکتر بریم کجا خدا جان حالا خوب کنی اندازه خود از یک میخوشم او بیرم خدا چی کن مادر بس یمه مادر بخیر بریم دکتر ببریم بخیر چی شد سنا بینی کجاست فردین نیست اجمان صدا کو کجاست اجمان صدا کو سلمان صدا کو یکی صدا کو ولی چی کردی دواره خورد حالا خوب گفت مایی دواره خورد مادر بخیمش تو چی سایکو نفس نگو رقم مادر بخیر نگو رقم آسانا نمیپره بیا خودت فردین صدا کو اجمان صدا کو مادر بخیر عزیز که فکر میکنم که مادر در باش میگه برای من کابوس جور شده به خدا عزیز که شب روز این فکر بیاید سلام آجا خوب هستی؟ شکر بچه ما مردی بخیر بخیر شما جان شکر که اومدی چی برش خوب هستی میره جان خوب هستم باید جان خودت خوب هستی؟ تشکر سلام باید خوب هستی؟ سلامت تو تیر قم شده هستی دختر خیلی خودت امروی نامزد کردیم بس که نامزدت خوب است گرفتی یک آدم میره گرفته که شب روز عذاب در خوش می من خیلی نمونه برای من عذاب است کابوس خیلی مجبور شده میخوام خیلی آرزو رو دخل دیدی؟ یک قشیشه هست بخدا بخیر من تمام وجود من تو مغزا میکنه دیگه تو دختر نیست باز اگر از نزدیک ببینی شاید زیاد دخل قسم است بیداری شاید من تو زنده ها قصد کنه خلاص نه خدا نکنه تا بیداری قسم نیست عمل حالا خودت چی میگی معلومات بده نگفتی چیزا برای فامیل آرزو نه چیزی نگفتم دیگه هرچی که مادر دخل دیدم فامیل ما نیست اومدم که یک رقم سفید داشته خیر از اگه خواهد دید واقعا 10 سال دکتر نیست ما هیچ خوشم نمیاد باید خودت همیشه نمیگم میگم عزیز که درباره خودت فکر میکن من حتی دم خرم منم در اومد او شو فکر دیگه پیش بیبی ان شاء الله بود که برات زن میگیری مالو که گرفته تو رو زاید نداره دختر اگه پیش بیبی میگه پارو بزنی میته سر نمیمونه میگه چجوریش خب آدمی میگه که موی میگم نکنه راست میگم ما باید و عروس دلخواهش است دختر فکر باشه هر مقصد چقدر دلخواه باشه خودت پشتیبانی میکنی میگه من گوش نمیکنم مثلا نه آدم نیست چی بگم میفهمین گفتم از ها دیگه خدا نشان نده میفهمین خاو تلو آدم چیزایی میبینه خیر از یک روز باز هم جلوی بر ببینم میبرم یکی دیگه رو که ماش بازی زردرش جمع نمیخوام شد ببینم ایش نمیخوام نه شاید باز از نزدیک خوشت بیاید فکر نکنم هیچ خوشم نمیاد اجازه میام الان مثلا خوش نخوردم نه بیبی خوشم میاد نمیخوام باش
سر که بعد راده بیبیم میگیری قومش هم خوش نمیه دیگه مادر آدم یک نفر خوشش نامد تا با وقت اونم مترس بده نه خلاص میگه خوش آمدن به زور نیست خبری باز دل است دیگه، بیبیم دل. دختر تو دختر نیستن آدم تا برای کس نشینه گپ نزنه دیگه عادتش بلد نمیه بشه خوش آدم نمیه دیگه تو پس پشت یک نفر یعنی ترس سمیرا جان خیر من سر هیچ بیایم. خوش نخورده هیچ خوشم نمیاد حال خیره یه وقت خوشت میاد خیر است اخلاقش ببینی پیسه چی میکنی اما پیسه را چی میکنی بچه خوشی نام کدی خسر جان میه امیال باید زنگ زده بود خدا تو خسر جانه خیلی چی بگویم میشه خیلی بنامش صداش کنم خسر مادر اونمو میه خیلی بنامش صداش کنم آروس هست خوب اگه آروس هست شاز دیگه گفتم تو بنا وقت خبر میدادی شا آروس نه باش پختم بیا جا میه شاید اما دیگه ببینید که نبیه زن کاکایم که نبیه دیگه و چی میکنن حال بچه ماروس میه از چاکلیت یا چیز سردست داری که سر آروس باش بتید خدا خانه اون بود زمانهای سابق بود سر چاکلیت باشا میکرد باران واری زمانهای ثابت نه نداره بچه آروس سابق مابق نداره نه سر آروس کلام نیست پیر نیست یک جوان دختر از چیزا بعدش میه خب سر از جوان کم هیچ نیست سر پیر خونه نیپاس این نداره. بی اقل من اگر پیر می بود بک بود سر پیر نرکن خیلی سر خسرم نندازی کجا صدا که نبنه بخیر فردی نوما مادر من تنها نمیبر مادر بخیر چی شده؟ نگوی رقم نگو آسناب نگو نمیبرم مادر بخیر چی کردی دوا چی داشت اگه دوایی چی بود که داده میشه خودت رفت دکتر چی گفت مادر بخیر چی هست؟ می خدا رو شکر مادر بخیر مادر نمیشه نفسش مادر نیستو مادر میبینی همه خوب است مادر چی هست خوب است چی شد مادر خوب استی دکتر بریم ماما بخواه بیار برش دکتر بریم ماما جان سلوار صدا کنم شاید مادر میده برو خواری هم رفت آورد این اخوار داده کاش تو رو خودم میبردیم دکتر بیا همه خوب حال چی کت را یک دفعه همین بیشتر خوب بودی چی شد؟ چطور کنم او خدا مرا کی بگه هر دقیقه بخرین کل پیسا رو خرج کردم 100 200 300 روپا مونده از 700 پیسه دمی جیبم هم هیت خرج میشین حال من چی کنم خدا چطور کنم باش خدا مشکل در جیبم کنم که حالا میگم مرا بتی با من نیم پیسه خرج شده از پیشم خدا اما او خوب آمدی دیگه آمد من رفتم این حضور کردم و دو پیسه هم خدا دو خودم نمیدونی دوا بیارم مادر کبراست مادر کجا هستی؟ کجا خوب هستی؟ چی شده؟ اما قنم میفهمی که اینجا مادر مریض است چی شده؟ اینجا زوف کرد خدا نکنه چی شد مادر؟ چی کنی؟ امی دوا صحیح هست امی رو میخورد کی داد دوا را کی داده؟ سر دلتون دوا میتیم کی داد دوا را؟ سلمان چی کار است؟ آمدم که ببرم پیش دکتر نقص نمیکنه اینمی خودم میان اینجا زوف کرد دوای که بود دکتر چی هستی من چه خبر دار دکتر صحیح است خود یا نه؟ مریم رفت دوا رو پیسه داد دکتر کی نشته کرده؟ خودش نوشته کرد حالا تو دیوانه هستی که دوای حساب نشته کرده برات؟ خود از دیوانه است خود مادرم گفت سردرد استم سردردی رو چی با دوای حساب؟ گفت من از میخورم همیشه یازتی کار کرده تو را دیوانه کنه برمیجه سعی که زنکه رنگ را خوش پرید خودش گفت بعدی دوا میشم میخورم لا حول ولا قوت الا بالله
بادازی خوردی؟ نه خود چه ترکی بخوری؟ نیست که میخورم. خدا کلی دوایش اشتباه است. کلش از یک سر اشتباه است. باش من اینا رو میرم کسی گپ میزنم یک طرف هم میکنم بعد خود از دیوانه میکنم بعد بیچاره خودش پیسه داد که برو دوا رو بیار. دوایش اشتباه نشته کرده. کلی این دیوانه است زنه که دوای حساب برادر نه کل از درد شاگرد درون نکنم خود از دیوانه است. صبر کن. فردین خودم این گفت از این میخورم. یکی باشه که خود از یارو بگویم که کجا گم بشم این وقت. سرخواستا پرده موقعش از دیگه بچه. مادر میبینی یک روز نامد نگفت مادر جان آماده خوشی جانم خسر جانم خوشی نه مادر آلمانی اونجا چه قسم برنامه صدا کنم بعد است نه ایتر خسر نگو بچه پدر جان بگو اینی را خیر که ایرم خوشی نگو بچه ببینیم مثل خود تو نازک مقبول دختره که خورخونده وری میباشه دیگه بزرگ من خورخونده بگوی برنامه صدا کنم بعد است برنامه صدا کن که راحت خوشی بوی نشه پایم کار نشه نه زن فقط خوشی تا اصلا زن فقط خوشی بود خوشی کلان تصور خیلی خوشی کلان میگم خوشی کلان جا خوشی کلان نوی تا بگو بیاجی رو بگو ایره خیر اسی دختره که خورد دختر است خیلی خسته رو من چی بگویم پدر بگو بچه نه مادر نمیگم وی ما خطم از پدر کدام خاطری خوب نداریم خیر برو نه مو خسر جان میگمش دیگه یا کاکا جان میگمش یا ماما جان میگمش بخیر او رو گمش خاله او رو یک چیز میگه بخیر طرف تا پاکو بخیر دام فعالیت کو یکمی بخیر او تو قبلی بلی شیشه رو پاک میکنم ای سخی یارم آوردم زود چو سای ما چی کنم بخیر یگان چی سیار کو برو خوار میرم او بینی من نبار زود چو شیشه او رو پاکو بعد است برو سر صدا چی صدا کی است چی بود دختر می سرما شیشه پاکن است مادر سرما پاک خیلی ببخشی مادر جان یک کم زود کردیم کمک که زود کجا پاک آره نه است خنده خود یک صافی بیا تو پاک کنه شوری ما خودم خدا میدم دو برای من پاک کنم یک روز دی برم تا نخواد وی خانه تان آمده بودم شایتان لکه داشت او دختر خیر ما برو سلامت خبر بخیر برو نه من چی کنم من میرم یگان چیز تیار میکنم سیز چایی هم میمونم سیز مادر سیز برو دیگه چو مادر دختر ساده ما دو تا صافی یک جه که یک صافی میدادی خلاص میلخته اگه بابرم سلما به این خانه نگو گم مردن نزنه بقصد اما الان ما خودم موتور کده آوردم گفتم خیرت بیا یک دفعه بیمم ببین فلامی دوا رو دکتر چی گفتم خوب است نیست باز گفتم مادر من تو جان درد است تاو داشت سر گفتی نمیرم از این دواست صحیح است میگن از من نقصه آدم دوا میتونم توی نقصه دوا به نقصه خود دوا نمیتونم الان دست تو هم قدرم یکی سلام خطور میشی چی میگم؟ خطور میشه دست تو هم قدرم یکی است میبینی سلام میبینی اگر از شکتی یکی نمیده مالس در باید خانه نمیده سعیده و رفتم او رو مریم من را اوتر کده رفتم آوردم گفتم خیر است پیسه رو خود ازمون داد گفت خیر خودتان برین دوا بیارین یادم نمیخونم
من میکشه نمیام راستی هم که نیکی کردن در اینجا طالب بدبختی خدا نکشت خدای پاک من نکشت همین دیگه از پیشیم پس کرین همین باید نکشت خدا نکشت خوال خود دشمن خلاص خدا دشمن منه اما او بیادر زاده تا تو دشمنت نیست حالا اما دشمنت میبود پیسه میداد که برو دوا بیار حیوانات از دکتر من نیست خدا نه بخیر بیا فرق میکنه سگانه وکسین میکنه خدا چی میکنه سلما او سلما تو دکتر هستی یا قصاب؟ چی گپ است؟ کشتی نه من؟ با کدام جورتی رقم داخل شد؟ خوب میکنم آواز کم کرد؟ آواز مواز تو اسکو برو کنه من کشتی چی دادی؟ چی کارم دوا بدی بر از او؟ تو کی گفته بود دوا بدی؟ خوبی هم بدی کی گفته بوده؟ فقط این گپای نخوردم چی شده؟ آنه برو که زنم کشتی اونجا برمد چی بخصیزی؟ دوای اصاب خود دیوانه هستی بر از دوای اصاب دادی کیره کشتم چی کردم؟ چی شده؟ رفته دوای اصاب داده خودم چی کردم مادر تو انداخته خودم کلازی کرد بمره دوای اصاب فقط کدش مرگ موش بود که میمونه هر چی که داری خود دوا واسه خسرانه چرا دوا بدی بر از من خود سرانه ندادم خب مریض شدیدم چک کردم برش دوا دادم خودم دکتر هستی دکتر حیوانات هستی از انسان گپای نخوردم کردید از انسان رقم دوای مرد اعصاب برش کس نمیتن تو بیسواد میفهمی؟ فردی نمیفهم نخوری دکتر اصلا میفهمی خودم همه من میبردم مادر پیش دکتر تو چرا کردی همین کاره خوب کردم گوان من امین مریض بود اصنات آمد گفت بیا یک دفعه ماینش کن چکش دکتر هستی قصاب الله چطور یکی نیستم که به ولین بار میبینمشون چای بانم مشکی داره چای بانم یکم بکشن کنم سرش ببینم که چه قسمت از مکنه مقبول نباشه ولی یعنی زور ترقا می اگه مقبول میبود قسم یکادم پیره میگرفت نمیگرفت من مقبول نیستم وی خدا زیر تاثیرش نرم چه قسم باشه خوی خواستش چه قسم باشه اکتور نباشه اگه آجزک باشه خب برو خریده قصیش نیستم زیر دستم می باشه اگه اکتنا سرش میکنم اونجا کار خود سرش میکنم اگه نباشه دیگه اوه بیا پرده کن ای سودار مواد در اینجا مونده مثل نیست وقت قدر خواهی که قسم باشه ها وقتا جدی میگیره آیا که خواهی من میفهمی بازو خواهی من کلش راست میگه خدا بگم یه زنکی من خواهی من تجربه شده دارم خب اون خواهی چی میبینه رو میبینه من تجربه کردم خواهی من که این قراص نگه که نگو من اون چیزی که خواهی ببینم براستی اونم متمشه خدا راست میگه روز که مادر به خدا نه مادر من خبر داره که خواهی من پایان دستن درد میکنه برو بچه من گپ نزن دادا قطعی نشد چه تو دست پای زیر درد گرفته من نگفتم مادر وی گفتم بده نگوی خواهی خودش دنیا که چی پیام رسان از پیام میرسانه که نه من رقم ترسنده که اینو دختر باید بترسی من مجبور باز یک فکر کنم فکرات رقم نمیشه دیگه حالا من میرم یک سوری میبوشیم برو بچه برو سوی تا پوشایی از یادت بره یاد نمیره این خطرناک خواهد خدا دیگه هم چاد نداد نه دلنه که چیز نگرده نه نمیگرد نمیشد خیلی دیگه دختر هست این تو من خود کتا میتنم شکل نیست دکتر مرغاست واکسین میکنه اما چی میگی؟ اما آدم میره تداوی میکنه دکتر مرغا و حیوانات چی میکنه؟ خیلی راست مادر مریض از مادر فرد شده بکنی میکرد شده نجوی مادر رو پایش شکسته بود از خاطر بنداج بسته کرد و رفت پیشی همون شکسته بود دکتر سگا و دکتر مرغاست در گور و تاله ما کاش که نمیرفتم خیلی نبیبین که سنگ در پای من پیدا شد خوبی کنی رفتی و مادر مریض است یا پارا میزنه تو بچی باز سر و چون قنه چون خبر سلام من چی خبر دیگه اونمون رو گفتم سلام خیلی خم گلابی و بینه سبز
حالا من نگفتی که من از زمین دوا خودم میخورم. من مقصد سر دوستان گرم در فروشگاه و جای میمونه خوب مادر میخورم سفید از دیگه چرا ببرم؟ مریم خودت امیر نمیاری دوا رو نوردی از پیش دکتر. حالا بی دکتر خدا زده خدا شرمنده چی رقم دوا رو داده؟ و خودت رفته بودی ما هم نرفته بودیم که بگید دستی یکی سنه در بیتا. دوش که چی خدا بکشی چی بکشی خب برش نقصه دواش شما نمیکنم جان خوبی هم بر شما بدیست آنتی شما خلو دوا کنم ضرر نداره. چرا نداره؟ برو سعی کن از دست پای انداختی او بس ضرر رفتم دوا رو سعی کن عکس اعصاب زدگی است. مادرم دیوانه است. دوا اعصاب به خاطر دادم که اعصابش یک ذره آرام شد باشه. به خاطر که مادر اعصاب شده به او خاطر لازم بود. تو رو دیوانه میسازی. آخر مادر ما دیوانه میسازی. من دوا اعصاب به دیوانه نیست. هست. باید سنجیده بزنه. حالا میمونه فقط که دوا مرگ موش انداخته بودم. یک ذره جان درد بود من خودم براش دوا میگرفتم. حالا میگرفتی خیرات میکردی. در رقم دوا ده اون رشته کردی. زن ترا نمیکردی پیش من. ما خبر نداشتیم که اومده با این نمیمونه ولی تو نبودی تو کی قدر مادر تو میفهمی. بیچاره اونجا مریض بود خب من رفتم. دا یک دونه چپن که از دکتر نمیشه. خدا میفهمه که دکتری چی بچه یک خانه داری که با دختر وقت توهین کنی گپاردی. برو در خانه برو. دوا دادم خوبی کردم دختر. اینا لباس من دختر دیگه. خراز در کجاست خراز میگی؟ برو سعی کن تو مادر من دوا دادم کدام زور کو ندادم. نمیدادی خب من همون کار خودم میکردم. حالا خب میکردی خیلی چرا پیش ما اومدی؟ کی آمده بود؟ آسونات اومد. آسونات من خبر داشتم. او بچه گفتم برای برو. من هیچ وعده خبر داشته باشم. من خودم رفته بودم. گپای زیاد سیکو به خدا. چیز کنم که تجمل رفتم دوا بگیرم. او بچه با دختر من گپای زیاد نزن. نیستی دکتر نیزنم خدا چیکاره؟ دکتر نیست. گفتم گوشت سرخی بیاد ما رفته گوشت مرغ آورده. حالا مزی چی پخته کنم بر از یا تنها گوشت پخته کنم یا میگم یکم برنجام کدیش پخته کنم. ناوقت شده بود تنها اینه میره پخته میکنم. دلشان خوش هستن دلشان خفه هستن. اینجا افغانستان است اروپا خو نیست که ما برشان 6 رقم نان تیار کنم بانم. خب به زحمت خود روادارم نیستم گم خب یک چیزایی بیاریم که بوش یا حالا چی وقت رسیدن چی وقت آمدن. آدم یک شب پیش آدم یکی خبر میده که نقص میمان دست پاچه میشه آدم کدام کار اول پیش ببره. فقط 100 بار خوشی و خسرم آمده باز یه هم خوشی نهم هستک میگه سن سال تو هستک خدا کنه که از من مقبول نباشه اینه میدواره خب میکنم برم یاره بشویم مختش کنم دیگه خلاص. میگی دوان چی هست سایکو؟ خب برای باید چه غرص؟ ایده قلبش که دوباره رفته قلب خب میگه که قلبم درد میکنه نفسم استاک میشه. دیگه چه خدا چی هست یه خواهی سنزمان یا میکنم بچه سایکو کلاگیش دکتر بر سردردی و همی چیز هست. بر سردردی نیست اون فقط قلب است. راستی هم که میگه اپرین سنگ از دفعی لنگ است. میره و سو میره فقط قلب ما خجور است. برای میکشه دکتر ملغا رو بودید. برای میکشه بری سگاره بود تو داری که تا بیار رمه خب میگفتی که قلبم درد میکنه نفسم استاد شد. نفسم دلم جمع شده دیگه. اینه میخواد دوایش از خیلیه چرا کم دوا؟ این عکسش عکس از این میدونه که از اینه مریضی هست خیلیه چرا کم بکنه؟ سیکو تنها دو ایوانات خیلی چیزا رو نداره. در خاطر پایپای بخیر در میدهش تو چیزی میره یا میای یا قلبش نمیشنم. ولی به خاطر نیستم. بعد قلب سرم پتیر میشه قلب مرغا پیر میشه. خاک در سر من طالع من بدبخت است خاک در سر من که من رفتم پشت سرنا. ولی نه بس تو نسر کنم چی کنیم تبو دشمن هستی. ولی نه کلان زنه گرفتی اون اینا باید این گپای تو سنجیده بزن من دکتر نیستم خیلی چی هستم؟ بره مادر دختر توهین میکنی؟ تو داماد هستم اگر من موندم این دکتر مکتره که داماد هستم اجازه کردم خواهد تو با بابا کتیری مرد اگر من موندم تو با دکتره که ناقی اگر من موندم تا باز من کدید که اپ میزم مادر دختر تو ما پیره میاد بیخی چی کنم؟ دوزی ریا میکنن اگر من موندم اولای کدوم خیر تو سلما که دکتر ناقی اگر من موندم بخاطر من از بشم دیگه دواش با من این دکتر مرغا رو میگین جرا چند پیش نخواه میکنی بری
بین دیگه پیش بس کن آدم دیگه کم سلما را بخواید یک دونه پوش دیگه لالا مرغ نشته است فکر مرغ دیگه پوش دیگه آره خب ما نمیفهمیم اینمی دواره لالا مرغ نشته کردن دوای بخاطر مرغ بخاطر صدا ما چی خبر؟ چی خبر؟ راستنات خیره چی؟ مریم خیر میبینی که خوبی کنی من ایش دارم نفهمم با خدا قسم از رفتم بچه مشکلات رفتم کی را آوردم سلما را گفتم خیر بیا یک دفعه این مریض است میفهمم که خانه ما پیسه نیست چی نیست مجبور هستم عذر کرده سلما را بیارم سعیس من قبول دارم من میفهم که حالا میگه دکتر حیوانات است که مادر مریض است هر چیز میگه ایش دیگه از اون نروله خب خیر حال مریض باشه میگه خم گپا میزنه پیسه دادم این دواره من رفتم آوردم امیر بخورم اگم جور شه دیگه در قصهش نشو نه از این دوا خورده خب حالا تو میگه خودش هم گفت که بعضی دوا خورده میره این دوا مرا فایده میکنه خب بان بگویا حالا هر چیز گفت بان بگویا باش من اصلا من طالع ندارم خب مریم هر خوبی میکنم هر کار میکنم میگه خسته در پای همون نفرمایده میشه حالا من تو چی میگم مادر من چی گفت بان بگویا من خب میبینم نیکی هایتا میبینم خوبیایتا میبینم خب مادرم که کنه یا پر از خواهد ترمون اون رقم لگه میکنم حالا بگم خود دشمن نیست که تو را بکشه یا زار بته گوشت یاد خدا زدشان خدا زدشان یاد بجنه که آخر مامانت بیادب بی نزاکت پیشوری چشمای تو تمرین کنه میره چی میکنیم مادر چوز هنوز مادر زنده است نمورده که زیر دست یابانی که بیا رقم گپ دیتا حالا مادر همونجا خواستنا تو من خود سرانه نرفتم پیش همین خود در قصه شما هستم برو برشاوش که دختر در یک چپن آدم دکتر نمیشه دیگه فهمیدن بی ادب بی تربیت بوز نالاتی ره نه میگه همین زوف کرد چی کنم که زوف تازه اون خدا وای نبود که بکشه فقط که اون مرگ موش بود یا زور انداخته بود او دوا خدا چی خوردن یا آره خب بگو این گپ خود نمیذاری امیر خودت رفتی آوردی ما چیم دوای ما چی انداخته باشه خود رفته خود دواخانه رو نگفته که توی دهی دوا چیز بنداز بان بگو هر چی گفت بان بگو و خدا نمیره این گپش دیگه بیخی قابل تحمل نیست امی دوایش از یاد نره که باز چاش بیتی خونو کلیاش هیچ من نمیتونم برو خودت بده کار باز زای کدام چی شد باز میگه که گناهی تو بود این دفعه تو دستی یکی کرده بلی حال خوب ایز میگه بان میگم بگویم من خب میفهم که خیر میبینی حالا که خوبی کردی حالا تو چند دفعه بگم که دم گپای مادرم نرو من ندیدی تیرم میارم نه خود تو مرد ببین چی اپازاتی خود قصهش نیست اونمو گپ تو رو میزنم مرا من میگم که خور دست یکی که خود رفتی آوردی که مجموعی تکیدی تکیدی خیلی من جلسه بشه حالا باز میگه که بجای چی دوا بر من نسوار می آوردی بان بگو اینی گپش یا انرژی می آوردی در انرژی و نسوار جور میشه یا یک $100 هم میدادک کی به خاطر خورم رفتم پیش همین سعی سگ من همین گفتم اگر همین خوش ندارم رنگ روش رو ببینم تو برو خیر خورم اومد این دفعه رفتی داشتم گفت بیا که ببینیم خیر برو پیش کتما برو پیش همین مریض است گفت اگه تو خیرات داشتی خب میرفتی دوا برش میآوردی وای بی ادب اولادش با پیش میگه دو روز دو شب شده که مریض هستم بابا که از دوا نورد در خانه ما پیسه یک روپیه نیست خب آخر کشم یک 500 هم دادم دستش گفتم برو چی چرا مادر چرا 500 دادیشانه مادر برای چی با همین یه خانه خالص با همین دلت سو مادر با خور خودم دلم سوخت چون من میگه که پیسه ندارم بانک خیجمل بیارم این خوبی رو میفهمم خراب بود گفتم برو بیاد که وضعیتش خوب شه و گمش خیلی تو کنم برو گمش کن هر کار دستم نه حالا مادر ما چی کردی؟ چیز میخوری بیاره؟ نه خیلی نبون الا سلما او چشمه لقلق در گور شود پیچ بلا خواب در پوزه تو شو پوزه کلمانو در گور حالا هم سلما چی کرده پوزه ازی فقط کلی چوک و سکلی فروشگاه در پت ساموندگی میشه بفرمایید گوشت میمونی گوشت بخورم حالا گوشت فقط نشان میده کلش بگیرم نه یک پیش میمونم دیگه تو خونش گفتم خود شکر کنم بخیر گذاشتن سلامت باشی بیادر جور هستین دیگه خوب هستین؟ سلامت باشین چطور هستی که دختر نه ما خوب هستین؟ شکر کنم میگه جان دیگه با اساسا بخیر بلد شده درک بسیار خوب بخدا باشم مامانه رو باید ناوردم من چی کنم؟ درم کم اومده
خوش چی شد؟ چرا نبود؟ حتما اینجا الو آبرویم بیست تو مریم بخیر هر جایی که بود خسته در پای ما ماینده شده بود. بیش کنم آسنا دشمنم است آسنا دم آقا تو چی دشمنی نداری؟ تو که خود است حال نشد دلم کاسی شروع ما یک چیز پرد میبینی؟ نه نمیکنه خیر ما هستیم بچه قاسر مریم است هم میکنه کل مدرسه گفتم میکنیم بعد یک رکنی مزادار کال خوب شایی بخیر